هر روزی که از خانه میبرایم همون روی مادر به یادم میآید. همون یک تیریزه، یک موریچه که در حوالی که ما یک جای زندگی میکردیم با پدر و برادران، همون لحظه ها به یاد میآید. به همین خاطر من میگویم که وقتی که مادر میگویم، مادر در قلب و ذهنی هر یکی ما جای گرفته است. مادران هیچگاه نمیمیرند. تا زمانی که ما هستیم، مادر در قلب و روح و روان ما است. سرم در میکند کو مادر من، دو دستی خود گذارد بر سر من. دو دستی خود گذارد بحر رحمت، که شاید کم شود درد سر من. اما افسوس میخورم که مادر خیلی از من دور است. بزرگان ما گفتند و تا به امروز اگر ساعتها، ماهها، سالها، عصرها درباره مادر گپ زنیم کم است. راستی به مادری خیلی دشوار است. اصلا هر کسی که اگر با یاد مادر باشد، اون همیشه با مادر است. مادر در قلب انسان است. گرچنده که امروز مادری ما خدا روحشان شاد در بر ما نیست، ولی هر سحر من وقتی که به کار می آیم که قبلا مادر من زنده بود، هر سحر دعا میداد، دعای نیک میداد، دعای خیر میداد، نصیحت میکرد و همیشه میگفت که پسرم همیشه در خدمت مردم باش، به راه راست رو، نان حلال خور، برکه مییابی و دعا میداد. هر سحر همین بود. مادرم خلاق است، یعنی خلق میکنه و این یکی از ویژگی های مهم محسوب می شود که مادر طفل به دنیا می آورد. یعنی ادامه بشریت به مادر وابسته است و همین خاطر مادر همیشه در جامعه مقدس است و اگر نظر افکنیم برای تمام مردم دنیا، هر دین و آیینی که نباشند و هر ملتی که هم نباشند، برای آنها مادر جایگاه ویژه را دارد. یک مرد، یک فرزند نمیتواند که اون چیزی را بگوید که سزاوار، یعنی لایق ما مادر باشد. یعنی اون برتر از اون چیزهایی که ما میگیم. واقعا هم وقتی میخوای که در مورد مادر چیزی بگید، شما خودتان قانع نمیشید که اون چیزی را که میخواستید بگید. رسالت زن مادر یعنی در اول آفرندگی است. یعنی بعد از پروردگار آفرنده دوم این مادر است. یعنی زن مادر است. برای همین مقدس است. واقعا زن چراغ خاندان است. زن مادر است که امروز ما در جامعه کنونی با یک روح و الهامی تازه، با یک چهره بالیده نفس میگیریم و زندگی خوش و آسوده را پسی سر می نماییم. بزرگی مادر را وصف کردن هیچ ناممکن است. مادر از فرشته فرشته تر است. اما یک سخن راهبر دولت که در پیامی که روز 28 دکمبر سال 2023 ارائه گردید، در وصف زن بزرگی مادر گفتند همه از جا برخیستند و کفکوبی کردند و راهبر دولت پیشوای معظم ملت گفتند که تا وقتی هستید قدر و قیمت پدر و مادر خود را بیارید. این چی است؟ احترام پدر و مادر بعد از خدا این مادر است، این پدر است. وقتی صداقت باشد در گفتار فرزند، در گفتار ستایش کننده مادر، اون دیگر برملا است. ولی در بعضی موارد این چیز هم دیده می شود. به همین خاطر همیشه باید مادران احترام کرد. ما در یک روز ستایش میکنیم، پگاه بعضی نفران میبینیم که مادر را تحقیر کرده است. مادر تنها مادر خودشان نیست، مادر دیگران هم باید احترام کرد. در تمام دور و زمانها به مادر، به زن احترام قائل بودند. بخصوص نیاکان ما هم در این مورد خیلی احترام زیاد داشتند به زنان و مادرانشون و همیشه زنان را وصف میکردند و ادامه دهنده همین احترام گذاری به زن و مادر در دولت امروزه ما، دولت صاحب استقلال ما دیده می شود و سیاستی که رهبریت کشورم پیش گرفته است
در رابطه با ارجگذاری و مقام زن و مادر شایسته تحسین است. زیادی ها گفتند که یعنی مادر فرشته است و باید بگیم که مادر فراتر از فرشته است. اگر فرشته ها در فهمش ما اونایند که در آسمانند، مادران فرشته ها در زمینند. در فهمش ما همین است که فرشته ها نمیخورند و من فکر میکنم که مادر هم تا وقتی که اگر اشکم اون بچه های لانش یعنی گرسنه باشد، مادر خود نمیخورد و انا همین خصوصیت او را به فرشته مانند میکند. نو پوشیدن نمیخواهد تا وقتی که در تن فرزند خود لباسی نوی نباشد، اگر فرزندش لباسی نوی نداشته باشد. خیلی کوچک بودیم و هنگامی که پدرم از کار دیر به خانه می آمدند، بیبی شادروانم هر لحظه در کلبه خود را می کشودند و کجا شد گفته می برآمدند، فرزند خود را صدا می کردند. اما که اون هنگام اونقدر به زندگی به حیات که فهم و درکمون نمی رسید، گفتم چرا به بیبی من چی شده است؟ خیلی می آیند خورد نیستند. ولی وقتی انسان بزرگتر می شود، وقتی انسان دارای عقل و ذکاوت می شود، بعدا درک می کرده است که مفهوم مادر چی است و مادر کی بوده می تواند. دعای نیکی مادر انسان رو به همه مرتبه ها می رسوند. هر کسی که دعای مادر را گرفته است خوش به حالش. اونایی که امروز مادر دارند پس به قدرشون باید رسید، اگر نه در حقشون باید دعای خیر کرد. استاد جمشید اسماعیلوف یک سرود بسیار ناز دارند: من قربان سر و پای تو میشم مادر من. هر وقتی که در پخش مستقیم برنامه شنونده ها از ما درخواست میکنند، اکثر شنونده ها همین سرود رو درخواست میکنند. چی میشود که از جمشید اسماعیلوف همین ترانه رو پخش کنیم؟ من قربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلبی زیبایی تو میشم مادری من. این مهر است، گرمی، مادر، آفتاب، این همش برای انسان یک محبت میبخشد. شبها بیدار، روزها بیدار و خدایی نکرده اگر اون کودک وی بیمار شود، اون شب و اون روز برای اون مادر دیگر ارزش و ماهیتش گم میکند و اون یگانه خواهش از همین میشد که کودکش صحت شود. مادر مهر است، محبت است، مادر صمیمیت است، مادر نمیدونم تمام چیزی که میخواهید اگر بکوبید از مادر مییابید. به همین خاطر بزرگی مادر همیشه باید همون جایگاهشان، همون بزرگشان برای فرزند باشد، برای همسر باشد، برای همه این چیز باید باشد. روز 8 مارس یک بهانه است، یعنی یک روزی رمزی است که ما را به یاد می‌آورد که همیشه در فکر زنان مادران باشیم و نباید ما تنها تلاش کنیم که یک روز مورد توجه قرار بدهیم زنان و بانوان را، ولی این یک بهانه است که ما در همیشگی در یاد داشته باشیم که در پهلوی ما زنان، مادران، خواهران و فرزندان قرار دارند و این توجه باید دوامدار و همیشگی باشد. اصلا بگیم که جای مادر رو کسی و چیزی عوض کردن نمیتواند و مادری که ما رو در کف دست به واقع رسانده است، هیچگاه نرمی دستی مادر رو در دنیا کسی دیگر گرفته نمیتواند و میگویند که اگر مادر نداشته باشی کسی به جای مادرت میشه. خوب هست، بعضی مهربانی ها هست، ولی اون مهربانی، اون صمیمیتی که مادر برای فرزند دارد، یگان نفر، من میگویم لطفالله، یگان نفر اون جایگاهش گرفته نمیتواند. برای مادر نه تنها در روز عیدشان بلکه همه روزه سخن‌های نیگویند، احترام کنند به قدر اون زحمت‌هایی که مادر برای تولید و به وای رساندن ما زحمت کشیدند به قدر اون برسیم. ما متاسفانه تمام ستایش‌ها را در بعضن مورد صداقتانه، در بعضن مورد ساخته تنها در عید و
جشن ها و مخصوصا در 8 مارس همین چیزه بیشتر انعکاس میکنیم. در عرفه روز مادر قرار داریم. من با کل مادران تاجیکستان عمر با برکت، سلامتی بردوام، همه خوشی‌هایی که خداوند در این دنیا برای ما انسان‌ها هست کرده است بگذار برای مادرها شد. غم مادران نبینیم، درد مادران نبینیم. مادران هستند که ما هستیم. و همین لحظه که اگر در کار نشستید میروید دست و پای مادر را ببوسید، دعایش را بگیرید، برکت می‌یابید. وقتی که ما کودک هستیم شب زنده‌داری های مادر را به قدر اون یعنی نمیفهمیم درست. یعنی ما کودک هستیم، در دنیای خود هستیم، مادر ما را چگونه بزرگ میکنه نمیفهمیم. ولی وقتی که صاحب همسر میشویم و در پیش چشمانمون کودکانمون تولد میشن، بزرگ میشوند و میبینیم که همسر ما در یعنی تولد، نگاه بین و بوایه رساندن کودکان چی حد زحمت میکشند، چی روزانه چی شبانه بیدارخوابی هایش رو بعد شاهد میشویم. وقتی کودک هستیم مادر خودمون سر گوهره ما میخیزد، شبها خواب نمیرود، ما اون نمیفهمیم. اولا مادر خود را و بعدا کل مادران دنیا را با این سنه فرخنده تبریک و مبارکباد گفته باشم برایشان. قبل از همه تندرستی، بردوام، عافیت کامل، قلبی آسوده و زندگی سرشار از مهر و محبت را تمنا دارم و بگذار همیشه تمام مادران دنیا بالای سر فرزندانشان سایبان باشند و همیشه بخت و سعادت و عنایت نصیبشان گردد. یعنی در هر روز زندگی ما باید به آنها احترام قائل باشیم، زحمت اونها را قدر کنیم و تلاش کنیم که همیشه در لبان آنها خنده باشد و آنها خوشبخت باشند. در برابر آن که زنان و بانوان نیست، همین کار در زندگی برای مردان انجام میدیم. تمنای من همین است که هیچ مادری روی زمین، هیچ مادر، هیچ آفریدگاری که مادر رو در روی زمین آفریدگار میگیم روی غم رو نبیند. اشک مادران هیچگاه نریزد و مادران همیشه خوشحال و خرسند و جاویدان باشند.